بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان، عبدالرحیم غفاری هستم. خدمت شما قرار دارم مضمون مبادی علم اقتصادی که من تدریس میکردم و میکنم که البته 4 جلسه درس خواندیم که مطابقی از او وضعیتی که پیش آمد پانتونای خصوصی و دولتی از طرف کابینه رخصت اعلان شد و همچنان وزارت محترم تحصیلات عالی نیز رخصتی را اعلان کرد که پانتونای خصوصی می توانند از طریق LMS و آنلاین درس‌های خود را پیش ببرند. پس ما در درس اول موضوعات را که خواندیم، موضوعی را که البته مضمونی را که بر من سپرده شده بود مبادی علم اقتصاد است که ما شما آشنایی کامل داریم. در هفته اول یا در درس اول ما از این مبادی علم اقتصاد بعضی مواردی را که خواندیم، عناوینی را که خواندیم، معرفی با این مضمون معرفی حاصل کردیم و همچنان تعریف های علم اقتصاد را برای شما بیان کردیم. در هفته اول البته که با امید از اینکه فراموش نشده باشه موضوع علم اقتصاد بر شما گفتیم که از نظر علمای اقتصاددانان یعنی از دید برخیا کمیابی بود، از دید برخیا ثروت بود و از دید برخیا مطالعه رفتار اقتصادی انسانها و جوامع بود و همچنان هدف و اهمیت این علم را خواندیم در هفته‌های گذشته. به این شکل اقتصاد در راهنمودهای اسلام هم یعنی یک برنامه کامل و شامل و ابدی راجع به بعد اقتصادی داره که او را هم به شما بیان کردیم. به این شکل رابطه اقتصاد با سایر علوم، البته اقتصاد در راهنمودهای اسلام هم انشالله که در نظام‌های اقتصادی را که آغاز کردیم، نظام اقتصاد اسلام هم یعنی تمام نظام‌های کپیتالیسم و سوشیالیسم و میکست و اسلامیک اکونومیکس همه از اینا را انشالله مقایسوی میخوانیم، باز خودتان تحقیق بکنید که کدام نظام بهتر است. رابطه اقتصاد با سایر علوم، یعنی اقتصاد یکی از رشته‌های علوم اجتماعی بود که بر شما تذکر دادیم که ارتباط نزدیک با سایر علوم دارد. اقتصاد با جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و بالاخص با علوم سیاسی و اداره امور دولتی پیوستگی دارد. پس او را هم به شکل تفصیلی، به طور تفصیلی خدمت شما بیان کردیم. به می شکل شاخه های اصلی این علم را هم بیان کردیم که علم اقتصاد به دو شاخه اصلی تقسیم شده که اقتصاد خرد و کلان، هر کدام از او تعریف شد و در مورد موضوعات گفته شد که نمیخوایم دوباره ضیاع وقت شود، چون 4 هفته که ما شما درس خواندیم متباقی از او را یعنی ادامه از او را پیش میبریم. تفاوت و وابستگی بین اقتصاد و خرد و کلان، تأثیرات بالای یکدیگر خود، این هم در درس اول خوانده بودیم. اتکای متقابل و وابستگی و منافع از تجارت، این هم گفته شده بود. تاریخچه نام علم اقتصاد در هفته گذشته خوانده شده بود. و درس دوم، هفته دوم، البته خلاصش بر عناوینش فقط بیان میکنم تا اینکه با امید از اینکه این را فراموش نکرده باشین و در خانه هایتان این را مرور بکنین. انشالله که در این هفته درس 4 یا درس 4 و 5 یک جایی ثبت میکنم خدمت دوستان، خدمت محصلین و محصلات گرامی قرار میدهم تا اینکه عناوین هم عناوین گذشته که ما شما تا 4 هفته گذشته درس خواندیم او را هم فراموش نکنین. یعنی مواد درسی نزدتان است، انشالله او را مطالعه داشته باشین و همچنان هفته‌وار ما را تعقیب بکنین. به این شکل در درس دوم هم
مرور در درس گذشته شده بود. باز مفاهیم مشترک یعنی مفاهیم اساسی در علم اقتصاد که همانا گزینش برتر و تخصیص امکانات، تقسیم درآمد و توسعه بود که تفصیلی در این مورد درس هم داده شد. مثال های واضح و مثال های زنده هم داده شد و همچنان از شما هم شنیدیم مثال هایی که شما راجع به گزینش برتر، راجع به تخصیص امکانات، راجع به تقسیم درآمد و راجع به توسعه دادین. چون این مفاهیم مشترک اساسی در علم اقتصاد است که فهمیدنی از او خیلی آسان میسازه تا اینکه نظام های اقتصادی را بشناسیم. به همین شکل عوامل تولید که زمین و نیروی کار و سرمایه و سرمایه گذار یا مدیر، پنجمش هم در بعضی کتاب ها تکنولوژی را تذکر داده، ایره خواندیم. همچنان در هفته دوم کمیابی، فرق بین کمیابی و فقر، فرقی وجود داشت که خدمت شما بیان کرده بودیم. و همچنان کالا، انواع کالا یعنی کالای اقتصادی، کالای غیر اقتصادی، کاتگوری های کالا، به این شکل کالاهای مادی و کالاهای غیر مادی که خدمات، خیلی مثال هایی را هم با خود داشت و به شما تقدیم کردیم. به این شکل کالاهای بادام و کالاهای بیدوام، کالاهای عادی و کالاهای تجملی، کالاهای مکمل و کالاهای جانشین، همه از اینها به شما خدمت شما تقدیم شده بود. همچنان امکانات تولید در درس گذشته خوانده بودیم. و در هفته سوم باز هم ما مرور در درس گذشته داشتیم و تعریف نظام اقتصادی، نظام اقتصادی سرمایه داری، نظام اقتصادی اشتراکی یا سوسیالیستی که ما در نظام اقتصادی سرمایه داری رسیده بودیم که این درس البته این عناوین درس سوم و چهارم هفته چهارم میشه انشالله که خدمت شما بیان میکنیم که در این مورد عناوین درس هازا همی را شامل میشه که تعریف نظام میخوایم، خود نظام را بشناسیم، بعد از او باز نظام اقتصادی را بشناسیم و نظام اقتصادی سرمایه داری، اصول از او، کاربردش، و می شکل نظام اقتصادی اشتراکی یا سوسیالیستی یا سوشیالیسم، نظام اقتصادی مختلط میکس اکنامیکس و همچنین نظام اقتصادی اسلامی که اسلامیک اکنامیکس را این چهار نظام به شکل مقایسوی درس میخوانیم. همچنان اصول کاربرد مفاهیم چهارگانه‌ای که ما شما خواندیم در تمام نظام‌های اقتصادی فوق انشالله بیان میکنیم. نظام‌های اقتصادی، قبل از اینکه ما نظام‌های اقتصادی را بشناسیم خود نظام را بفهمیم که نظام یعنی چی. نظام از نظم گرفته شده، تعریفش چنین است که نظام مجموعه عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف باشد. ببینید دوستان، خود نظام مجموعه عناصری است، یعنی مجموعه بخش‌هایی است که در میان آنها یعنی با هم مرتبط باشه، یعنی روابطی وجود داشته باشه و یا بتوان که رابطه را ایجاد کنه و دارای هدف باشه و نظام است. فرض کنین یک پانتون خصوصی یک نظام کوچک تحصیلی است که پانتون خصوصی از خود رئیس داره، ریاست داره، معاونیت علمی، معاونیت اداری و می شکل رؤسای پانزهی ها یا ریاست های پانزهی ها و می شکل آمریت های دیپارتمنت ها، تدریسی ها، مدیر فارغان، مدیر محصلان، بخش امتحانات، همه از اینها فرض کن دیپارتمنت های مختلف را با خود داره، یعنی عناصر مختلف داره. همه از اینها با یکدیگر ارتباط دارن، مرتبط هستند. چی هدف را دنبال میکنن؟ یعنی خدمات تحصیلی را ارائه میکنه برای محصلین گرامی، برای جوانان این وطن. پس یک نظام کوچک تحصیلی شد. یعنی خلاصه ای که نظام مجموعه عناصری که یعنی مجموعه بخش‌هایی که میان آنها روابط وجود داشته باشه و یا بتوانه ایجاد شود و یک هدف را دنبال کنه، او عبارت از نظام است. اگر این عناصر
همین بخشا مربوط هر بخشی که بود نظام همون بخش تلقی میشه. فرض کو که اگر این عناصر مربوط تعلیم و تربیه باشه چی میگیم؟ نظام تعلیمی. اگر مربوط سیاست باشه چی میگیم؟ نظام سیاسی. اگر مربوط خانواده باشه چی میگیم؟ نظام خانوادگی. اگر مربوط اجتماع باشه چی میگیم؟ نظام اجتماعی. اگر مربوط اخلاق باشه چی میگیم؟ نظام اخلاقی. اگر مربوط اقتصاد باشه چی میگیم؟ نظام اقتصادی. پس اینجا نظام را فهمیدیم که نظام یعنی چی. یک بار دیگر هم اقتصاد یک تعریفی کرده اینجا دوباره آمده، یعنی مجموعه تدابیری است که اقتصاد یعنی مجموعه تدابیری است که میان نیازهای محدود انسانی و وسایل لازم محدود هماهنگی برقرار می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی منابع ما کم است، خواسته های بشر، خواسته های انسان ها به حد زیاد است. ما چطور بتوانیم که میان منابع کم و نیازها و خواسته های نامحدود یا زیاد یک هماهنگی ایجاد کنیم تا بتوانیم از منابع کمی خود یعنی استفاده اعظمی را بکنیم. پس در اینجا ما به یک نظام ضرورت داریم، به یک نظم ضرورت داریم، به یک سلسله قانون و قواعد و مقررات ضرورت داریم تا ما بتوانیم که از منابع کمی خود استفاده اعظمی بکنیم. مثل که در تعریف علم اقتصاد که ارسطو علم اقتصاد را چنین تعریف کرد که علم اقتصاد مدیریت خانه، یعنی تدبیر منزل، یعنی قانون خانه. هدفش که در یونان ارسطو یکی از فیلسوفان یا یکی از فیلسوف یونانی بود. پس هدفی از او تنها مدیریت خانه نبود. او که میگفت که علم اقتصاد مدیریت خانه یا تدبیر منزل یا نظم خانه، چون در مو زمان در یونان خانواده به عنوان واحد اقتصادی پنداشته میشد. یعنی واحد اقتصادی از خود عواید داره، مصارف داره. پس در اینجا باید یک نظامی باشه، یک نظمی وجود داشته باشه که از یک مدیری باشه که از منابع کمی خود استفاده اعظمی را بکنه. همین تعریفی که گفت که علم اقتصاد مدیریت خانه است تنها هدفش خانواده نبود، بلکه به خاطر نظم کشورشان، به خاطر قانون کشورشان، به خاطر مدیریت کشورشان به کار می بردن. پس ما گفته میتونیم که علم اقتصاد تخصیص منابع محدود و خواسته های نامحدود انسان است. یا ای که علم اقتصاد 3 سوال برای ما پاسخ میده که جامعه چگونه تصمیم بگیرد یا تصمیم میگیرد که چی کالای تولید شود، برای چی کسی تولید شود و از کدام روش استفاده شود. پس ما در اینجا چون گفته بودیم در تعریف های متعددی میاد که منابع ما کم، خواسته های ما به حد زیاد است، پس ما مجبور هستیم که از یک نظام پیروی کنیم، یک نظامی وجود داشته باشه که او مشکلات اقتصادی را رفع کنه. پس اینجا خود نظام را شناختیم، حالا میخوایم که نظام اقتصادی یعنی چی؟ نظام اقتصادی چوکاتی است که در داخل آن انفسهای اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی خود را مطابق به قواعد و مقررات معینی به پیش میبرد. مثلا پس اینجا فهمیده شد که به این اساس نظام اقتصادی شامل تمام قوانین، قواعد و مقررات اقتصادی است که برای دستیابی به منفعت بیشتر که آگاهانه تعیین شده باشد. و یا ای که نظام اقتصادی به خاطر چی به وجود آمده؟ نظام اقتصادی یا نظام‌های اقتصادی به خاطر رفع مشکلات اقتصادی تبارز می‌کنند. پس ما به یک نظام اقتصادی ضرورت داریم تا ما از منابع کمی خود استفاده اعظمی بکنیم. قسمی که من به شما تذکر داده بودم در درس قبلی که افغانستان از لحاظ منابع طبیعی ثروتمندترین کشور در جهان است، با در نظر داشتی همین مساحتی که دارد. یعنی همین مساحتی که افغانستان دارد، یعنی از لحاظ منابع طبیعی
منابع طبیعی را به شما گفته بودم. از لحاظ منابع طبیعی ثروتمندترین کشور در جهان به شمار می آید. ولی ما در اینجا به یک مدیر موفق، به یک مدیر کارا ضرورت داریم که از منابع طبیعی این کشور استفاده اعظمی صورت بگیره. مثلا برای یک مثال، ژاپن، یعنی یک شخص ژاپنی، یک فرد ژاپنی، یک تبع ژاپنی، یکی از اتباع ژاپنی میاد در ولایت ننگرهار ما، از منابع طبیعی که از یک منبع طبیعی که عبارت از آب است، آب شیرین است، از این آب طور استفاده میکنه، به نمایش میگذاره که افغانا میتونه که شما میتونید که از منابع طبیعیتان استفاده اعظمی بکنید. یعنی زمین هایی که در اونجا آب نبود در ولایت ننگرهار، ای به نام ناکامورا یا به نام کاکامورات که مشهور بود، دکتر ناکامورا که از ژاپن بود، آمده بود در افغانستان، یعنی یک خدمت بسیار کلانی را انجام داد و نشان داد که شما میتونید که از منابع کمیتان استفاده اعظمی بکنید، در حالی که ما منابع زیاد داریم ولی متاسفانه استفاده اعظمی صورت نمیگیره. پس او توانست از آبگردان جور کنه و او آبگردان به می شکل آبهایی را که در زمینهایی که نمی رسید در اونجا برسانه و از او زمینها به شکل زراعت به طور مفید استفاده صورت بگیره. پس ما اگر ما از منابع کمی خود استفاده اعظمی بکنیم یا مدیریت آبی را تنها داشته باشیم، ما مشکلات اقتصادی ما رفع میشه، یعنی نموی دوامدار می داشته باشیم، نموی یعنی رشد اقتصادی کاذبانه نخواهیم داشت اگر ما از منابع طبیعی خود استفاده اعظمی بکنیم. پس در اینجا چون این درسای بود، مثالایی بود که قبلا به شما گفته بودم. در اینجا ما نظام‌های اقتصادی از جمله نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی سوسیالیستی یا سوشیالیسم، نظام اقتصادی مختلط و نظام اقتصادی اسلامی را یا نظام اقتصاد اسلامی را مقایسوی میخوانیم و بعد از اینکه نظام ها را بشناسیم و سپس وجود امتیاز اسلام را در دستورات اقتصادی اسلام در مقابل نظام هایی که تذکر دادم خواهیم فهمید. دوستای عزیز، از میان نظام های اقتصادی گوناگونی که امروز در دنیا رایج هستند، دو نظام از همه برجسته تر به نظر می رسد. یکی نظام اقتصادی سرمایه‌داری که او را کپیتالیسم میگه و نظام اشتراکی که او را به نام سوشیالیسم میگه. معاملات و روش‌های اقتصادی که امروزه در دنیا انجام و اتخاذ می شود تحت قوانین همین دو نظام قرار می گیرد. اگرچه پس از فروپاشی نظام کمونیستی یعنی اتحاد جماهیر شوروی، سوشیالیسم یا سوسیالیست ها یا سوسیالیسم به عنوان یک قدرت سیاسی از هم پاشید. به می شکل همراه خود قدرت ایدئولوژی آن به سستی گرایید. هنوز هم به عنوان یک تفکر اقتصادی در میان سایر اندیشه های اقتصادی دنیا دارای اهمیت خاص می باشد. پس ما این نظام یعنی نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیسم و نظام اشتراکی یا سوسیالیستی یا سوشیالیسم را دقیق میخوانیم، معرفی حاصل میشیم با این دو نظام و سپس نظام اقتصادی اسلام میخوانیم. بعد از او باز ما میتونیم که وجوه امتیاز اسلام یا برتری نظام اقتصادی اسلام را به شکل خوبتر و درست‌تر درک خواهیم کرد. در مقابل این نظام ها، نظام اقتصاد اسلام، اصول نظام اقتصاد اسلام مشخص میشه که خلاصه ای که در نظام کپیتالیسم میبینن که اصولش میخوانه، یعنی نظام کپیتالیسم خلاصه براتون اگر بگویم یک نظام اقتصادی کپیتالیسم یکیش افراد کرده، سوشالیسم آمد تفرید کرد.
یا یکیش تفرید کرد دیگهش افراط کرد. مثلا کپیتالیسم نظام سرمایه‌دار خواستار مالکیت شخصی است و آزادی مطلق را به افراد میخواهد و عدم دخالت دولت را در امور اقتصادی خواستار است که میگه که نباید دولت در امور اقتصادی افراد دخالت بکنه. پس سوشالیسم میاد در این نظام وقتی که این کار شد، افراد وقتی که آزاد بود، حرص افراد خیلی بالاتر است. اگر یک کوه طلا هم داشته باشه کوه دومی را هم میخواهد. پس به می خاطر در این نظام وقتی که افراد آزاد بود، از کلمه لیزسفر که یک کلمه فرانسوی است که میگه که بگذار هر آنچه که کرد بکنه به خاطر فعالیت های اقتصادی آزاد است. وقتی که چنین آزاد بود، بعد از او به طرف چی میره؟ یعنی اینجا با سرمایه‌دار ترین میشه، غریب تر میشه، چون ظلم میکنه. سوشالیسم آمد امی ظلمای اقتصاد سرمایه‌داری را بیان کرد که افراد یا نظام اقتصادی کپیتالیسم یعنی حقوق بشر یا حقوق جامعه را زیر پای کرده. یعنی بعضی فعالیت‌های اقتصادی یا بعضی اصول اقتصاد کپیتالیسم را که نظام سوشالیسم رد کرد و رد میکنه، یعنی دقیق میگفت، ولی راه حلی را که پیشنهاد میکنه او غلط. راه حلش چی بود؟ سلب صلاحیت افراد نباید مالک شود، افراد نباید آزاد باشه در فعالیت‌های اقتصادی. وقتی که آزاد نبود خلاف فطرت انسانی عمل کرد. یعنی یکشون افراط دیگهشون تفرید. انشالله باز هر کدام از او را به شکل درست، به شکل تفصیلی و اصولی از او را میخوانیم. انشالله که در این مورد، در مورد اقتصاد کپیتالیسم، در مورد سوشالیسم، انشالله معلومات کافی حاصل خواهید کرد. نظام سرمایه‌داری که بنیانگذار نظام اقتصاد سرمایه‌داری آدم اسمیت بود که در سال 1733 الی 1790 وی زندگی میکرد و که به عنوان پدر علم اقتصاد شناخته شده بود. با انتشار کتاب ثروت ملل در سال 1766 میلادی اصول را برای نظام سرمایه‌داری تدوین کرد که تا هنوز در رشته اقتصاد کاربرد اعظمی دارد. یعنی سرمایه‌داری نظام اقتصادی طرفدار مالکیت خصوصی است و عدم مداخله دولت را در امور اقتصادی خواستار است. یعنی نظام سرمایه‌داری میگه که افراد آزاد باشه، افراد بتونه مالک شده بتونه، و وقتی که میگه مالک شده بتونه هدفشان از اینا چیست؟ انشالله در اصولش باز میخوانیم. چون در نظام سوشالیسم مالکیت خصوصی وجود نداره. یعنی کارخانجات و عوامل تولید را که ما شما خواندیم در اختیار افراد نمی باشه. در اختیار کی می باشه در نظام سوشالیسم؟ در اختیار دولت، در اختیار حکومت می باشه. پس در نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولت در اینجا میگه تنها حفظ و نظم و کنترل اغتشاشات را به عهده دارد. نباید در مورد امور اقتصادی افراد دخالت بکنه. نظام سرمایه‌داری در اثر تطبیق مبادی دو مکتب اقتصادی به وجود آمد: مکتب سوداگران و مکتب آزادی اقتصادی. وقتی که تجارت و صنعت در اروپا پیشرفت کرد، سرمایه ایجاد شد، روی هم رفته قدرت و نفوذ سرمایه‌دارها افزوده شد. پس نظام سرمایه‌داری را ترویج داد، اصول را بیان کرد که خلاصه براتون بگیم، گرچه در دنیای امروزی نه سرمایه‌داری مطلق وجود داره، مطلق به این معنی که نتوانسته تا هنوز که اما اصولی را که بیان کرده بود یا تدوین کرده بود عملی بسازه. یعنی اصولش انشاءالله میخوانیم. اصول نظام سرمایه‌داری پس نظام اقتصادی سرمایه‌داری در این سیستم دولت در امور اقتصادی یا در امورات اقتصادی یا در امور اقتصادی افراد هیچ نوع دخالت نمی کند و بخش خصوصی نقش عمده را ایفا می کند. سوالهای اساسی اقتصادی که یعنی بدون از اینکه
به برنامه ریزی دولت و بدون نیازی که به دخالت دولت مرکزی بوده باشد پاسخ داده می شود. یعنی رفتار خریداران و فروشندگان تعیین می کند که چی تولید شود و به چی مقدار تولید شود و چگونه تولید شود و چی کسی آن را مصرف بکنه یا او را دریافت بکنه. تمامی از این خواسته ها، تمامی سوالات که از توسط بخش خصوصی مرفوع میشه. یعنی در اینجا یک اصلش هست، انشاءالله میخوایم در جمله اصول اصلهای سیگانه یا اصول سیگانه شان که یک اصلشان است که میگه که عدم دخالت دولت در امور اقتصادی. نظام سرمایه‌داری مشتمل بر 3 اصل اساسی است. 1. مالکیت شخصی، یعنی private property، یعنی هر فرد در این نظام اختیار آن را دارد که هر قدر از اشیا و امکانات تولید را که خواسته باشد در مالکیت شخصی خود نگه دارد، یعنی داشته باشد. چون در نظام سوسیالیستی هر فرد میگه که اگرچه اشیایی را که با خود یا برای استفاده شخصی باشد میتواند در مالکیت داشته باشد، ولی در نظام سوسیالیسم امکانات تولید، یعنی چیزهایی که استفاده شخصی باشه میتونه که مالکیتی از او اشخاص بوده باشه، ولی در مورد امکانات تولید چون زمین یا کارخانه را عموما بخش خصوصی یا سکتور خصوصی یا افراد نمیتواند در ملکیت شخصی خود داشته باشد، ولی در نظام سرمایه داری هر فرد هر نوع اشیایی که خواسته باشد، چی برای استفاده شخصی باشد یا برای امکانات تولید باشد یا برای تولید کالا از او استفاده کند، میتواند که افراد ایره در ملکیت شخصی خود نگه دارد. زیرا یکی از اصول نظام سرمایه‌داری، یکی از اصول نظام اقتصاد کپیتالیسم یا سرمایه‌داری مالکیت شخصی است. با امید از اینکه ایره فهمیده باشه. دومین اصل از اصول نظام سرمایه‌داری یا نظام کپیتالیسم یا نظام اقتصادی کپیتالیسم عامل منافع شخصی است. یعنی اصل دوم این است که عاملی که در عمل تولید نقش دارد عامل کسب منافع شخصی هر فرد به شمار می رود. منفعت شخصی افراد مهمتر از هر چیز در این نظام. این نظام، پیروان این نظام دلیل میاره، میگه که اگر منافع شخصی نباشه انسانها فعالیت‌های اقتصادی را انجام نمیده. مثلا در نظام سوسیالیسم عامل منافع که از منافع اجتماعی است، یعنی منافع شخصی را سلب میکنه، منافع شخصی را نمیپذیره در نظام سوسیالیسم. ولی دومین اصل از اصول نظام سرمایه‌داری یا کپیتالیسم عامل منافع شخصی است. میگه اگر افراد اینجا آزاد نباشه، منفعتش نباشه، فعالیت‌های اقتصادی را یا نوآوری که در علم اقتصاد، نوآوری در فعالیت‌های اقتصادی که امروزه می‌بینیم، این نوآوری را نمی‌داشتیم. زیرا چون یک اصل از اصول نظام سوسیالیسم همی بود که هر چقدر که عوایدی که به دست میاد باید در جامعه مساویانه تقسیم شود تا حدی. اینجا اگر ما در حقیقت در اینجا نظام کپیتالیسم واقعیت را بیان میکنه، میگه که باید عامل منافع شخصی باشه تا اینکه افراد تشویق شود، ترغیب شود که فعالیت‌های اقتصادی را انجام بده. اگر این افراد فعالیت‌های اقتصادی را انجام ندهد، تولیدات کم میشه، نوآوری کم میشه، اقتصاد رشد نمیکنه. ولی در اینجا عامل منافع شخصی مهمتر است، چون که انسان آزاد باشه، انسان باید منفعت خود را ببینه. الله متعال انسان را آزاد خلق کرده و الله متعال اجازه داده که میتونه که از فعالیت‌های اقتصادی مشروع میتونی که مالکش شوید. ولی نظام سوسیالیسم خلافی از این اصل است. نه تنها خلافی از این اصل، خلاف اصل مالکیت شخصی، خلاف اصل عدم عامل منافع شخصی و خلاف عدم دخالت در امور اقتصادی.
یعنی اینها سه اصل را که بیان کرد. در اینجا منفعت شخصی باز مهمتر از هر چیز میشه، ولی وقتی که مهمتر از هر چیز شد اینجا افراد ظلم میکنن. مثلا اگر افراد آزاد مطلق باشه بازم خرابی است، اگر سلب مطلق هم باشه بازم خرابی رو به وجود میاره. یعنی مثل که قبلا به شما تذکر دادم که یکیشان افراط کردن دیگهشان تفرید، ولی های کاش معتدلانه اعتدال را در نظر میگرفتن. مانند اقتصاد اسلامی هم حقوق افراد را در نظر میگیره و هم حقوق جامعه را. در اینجا که میگن اینا که میگن که عامل منافع شخصی باشه منفعت شخصی مهمتر از هر چیز است، پس در اینجا اجتماع حقوق اجتماع را زیر پای کردن، زیر پای میکردن و میکنن. در اینجا افراد به خاطر منفعت شخصی خود هر کار را انجام میدن و خودشان شعارشان همی است که هر چیز منفعت شخصی مهمتر از هر چیز است. این دومین اصل بود. سومین اصل از اصول نظام اقتصادی سرمایه‌داری یا کپیتالیسم عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است که از کلمه لیزسفر استفاده می‌کردند. اصل سوم نظام سرمایه‌داری این است که دولت نه حق دخالت را در امور اقتصادی یا در امور تجاری بازرگانان را دارد و نه حق ایجاد موانع در امور اقتصادی آنها را دارد. عموما برای این اصل اصطلاح لیزسفر به کار برده می شد که این کلمه در اصل فرانسوی است. معنای آن این است که بگذار هر چی که می خواهد بکند. سومین اصل نظام سرمایه‌داری در واقع فلسفه اساسی و زیربنای آن است، اگرچه بعدها نه تنها در خود ممالک تحت پوشش این نظام نیز اجرای این اصل محدود شد، نتونست که این اصل 100% تطبیق بکند و بر قانون عدم دخالت دولت عمل نشد، بلکه در ممالک تحت پوشش نظام سرمایه‌داری دخالت‌های بیشماری از طرف دولت در امور تجاری تولید و قانون مالکیت اعمال گردید. نام دوم آن مارکت اکانومی است، یعنی اقتصاد بازار، زیرا در آن از اهرم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا کار گرفته میشه. مثلا در اینجا میگه که دولت مداخله نکنه، زیرا اگر انسان ها میگه آزاد باشه، منفعت شخصیش بوده باشه، انسان ها افراد میگه مالک شده بتونه و دولت اگر مداخله نکنه، خود افراد میگه میتونه که خودش تصمیم بگیره که چی کالای تولید بکنه، از گزینش برتر خود فرد انتخاب کنه، گزینش برتر تقسیم کاناتش هم به می شکل خودش انجام بده. یعنی همیشه مطابق اهرم یا مطابق مکانیزم بازار پیش میبرد. در نظام کپیتالیسم مکانیزم بازار همان عرضه و تقاضا یا از اهرم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا کار میگیره که چی کالای تولید شود. اگر تقاضای مردم در یک کالا بیشتر بود، او کالا بیشتر تولید میشه. او را میخوانیم انشالله. یعنی در اینجا سه اصل از اصول نظام کپیتالیسم: مالکیت شخصی که در نظام سوسیالیسم مالکیت اجتماعی است. دومین اصل از اصول نظام کپیتالیسم چی بود؟ عامل منافع شخصی، یعنی منفعت شخصی مهمتر از هر چیز بود. و در نظام سوسیالیسم چی است؟ منفعت اجتماعی است، منفعت فردی یا منفعت شخصی را نمیپذیره. سومین اصل از اصول نظام کپیتالیسم عدم دخالت دولت در امور اقتصادی بود، ولی در نظام سوسیالیسم چی است؟ برعکسش، یعنی تمام فعالیت‌های اقتصادی تحت یک برنامه مرکزی، دولت مرکزی و پیش برده میشه و تمام ثروت کی است؟ از آن دولت است و دولت انشالله در نظام سوسیالیسم او را تفصیلی میخوانیم. خصوصیات نظام سرمایه‌داری این است که تاکید بر مالکیت شخصی میکنه، این تاکید میکنه که افراد بتونن مالک شوند، چون قبلا ملت ها برده‌واری کار میکردن ولو که یکشان نسبت به دیگرشان زیادتر فعالیت میکردن ولی یکسان معاش و کوپون میگرفتن. زمانی که در اروپا صنعت پیشرفت کرد، سرمایه ایجاد شد، نظام سرمایه‌داری ایجاد شد
گفتن که در اینجا باید اشخاص بتونه مالک شوه، اشخاص بتونه که صاحب شرکت شوه، اشخاص بتونه که صاحب کارخانه شوه. ولی در نظام سوشالیسم تمام کارخانجات، شرکت های تولیدی، تمام از آن دولت بود. یعنی در خلاصه ای که در نظام سوشالیسم ملت ها برده بودن و در نظام کپیتالیسم افراد برده فرد بودن. یعنی در اینجا در کپیتالیسم آنقدر آزاد مطلق بود که و از که هر نوع فعالیت اقتصادی چی مشروع غیر مشروع باشه در اینجا انجام میده. از همین لحاظ است که از همین خاطر است که در این نظام ثروتمندترین میشه، غریبتر میشه. خلاصه ای که خصوصیت دومین خصوصیت از خصایص نظام سرمایه‌داری امی است که اعتقاد به آزادی عمل به عنوان انگیزه برای تحقق رفاه ملی و رشد اقتصادی. هدف از این که اگر افراد آزاد باشه، انگیزه منفیت شخصی وجود داشته باشه، یعنی افراد فعالیت‌های اقتصادی رو انجام میده، افراد میگه جزء اجتماع است، خود به خود وقتی که فعالیت اقتصادی که زیاد صورت گرفت، جامعه هم رشد خواهد کرد، رفاه ملی به وجود میاد، این رشد اقتصادی به وجود میاد در یک جامعه. مخالفت با مداخله دولت در امور اقتصادی میکنه، یعنی مخالفت میکنه که دولت در امور اقتصادیشان کار نداشته باشه. طرفداری از نظام آزادی طبیعی به عنوان سامان بخش خودکار بازار و تضمین کننده منافع عمومی. یعنی نظام کپیتالیسم آزادی طبیعی را میخواه. میگه که اگر در این جهان میگه که مورد مثلا بعضی چیزهای طبیعی وجود داره که نتیجه خوبی را داده. از جمله میگه که عرضه و تقاضا یک مکانیزم بازار یا یک در واقع میگه که به می شکل یک قانون طبیعی است عرضه و تقاضا. اگر این قانون طبیعی عمل شوه، افراد آزاد باشه کی چی تولید کنه، برای چی کسی تولید کنه، چه قدر تولید کنه، اگر افراد آزاد باشه خود به خود میگه که منافع عمومی هم برآورده میشه. دیگه ضرورت به این نیست که افراد سلب صلاحیت شوه به خاطر منافع عمومی. اینا میگن. یعنی خلاصه ای که نظام کپیتالیسم و نظام سوشالیسم برخلاف یکدیگر آنقدر کتاب ها نوشته که بیشمار. البته ابزار تولید این نظام به مالکیت خصوصی متعلق است. قیمت کالا میگه بر اساس مکانیزم بازار تعیین میشه در این نظام، یعنی مطابق عرضه و تقاضا. کاش عرضه و تقاضای طبیعی باشه. یعنی الله متعال در اسلام عرضه و تقاضا را رد نکرده و ثابت هم کرده قرآن کریم که یک تعدادتان از تعداد دیگرتان استفاده بکنین، یا کسی که یک تعداد را به کار استخدام میکنه، کارگرها عرضه کننده کارشان است، کسی که استخدام میکنن تقاضا کننده کار است. پس در اینجا عرضه و تقاضا ثابت میشه در قرآن کریم. ولی اینها در نظام کپیتالیسم عرضه و تقاضای کاذبانه میسازن، احتکار میکنن، انحصار میکنن. خوبترین مثالش براتون بگویم، دمی قرنطین سال گذشته که وقتی که قرنطین اعلان شد، دمو روز فی بوجی آرد 50 کیلویی یا چند کیلو 50 کیلویی از 1400 به 1800 و 2000 رسید. یعنی قیمت کالا بر اساس مکانیزم بازار تعیین میگردد. دستمزد کارگران توسط کارفرمایان مشخص کرده و دولت نقش نظارت را داشته باشد. پس در این نظام در این نظام یک وقتی افراد میگه آزاد باشه، دستمزد کارگران یا معاشات کارمندان توسط کارفرمایان مشخص گردد و دولت نقش نظارت را داشته باشد. یعنی در اینجا هم ظلم میکنن. مطابق عرضه و تقاضای کاذبانه‌شان میبینه که در بازار بیکاری گرافش بالاست، ولو که کمپانی ازی یا فابریکه تولیدی ازی یا نهادی ازی یا سازمان انتفاعی ازی خوب فایده را ماهانه خوب عواید داره،
ولی به کارمنداش علتش به خاطر از اینکه گراف بیکاری بالا رفته، بیکارا زیاد شده در جامعه، اما کارمند را که باید 10,000 افغانی بده معاش، او را میگه 5,000 افغانی کار میکنی، کار کنه میگه رخصت هستی. یعنی از انسان به عنوان ابزار استفاده میکند. اگر وقتی که انسان ها آزاد مطلق بود، آزاد باشه ولی داخل یک چارچوبات که اسلام تعیین کرده، پس به هر صورت آزادی در فعالیت های اقتصادی را اینا خواهانش است. کاربرد 4 اصل در نظام سرمایه‌داری. قبل از هر چیز باید بدانید که نظام سرمایه‌داری بر مبنای چی اصولی خواسته های این 4 مفهوم را برآورده نموده و چی برنامه را برای حل آنها ارائه نموده است. همین که گفتیم گزینش برتر و تخصیص امکانات، تقسیم درآمد یعنی تقسیم عادلانه درآمد، بالاخره توسعه. هرگاهی 3 مورد، چی فرد، چی خانواده، چی جامعه، چی دولت ها، چی کشورها، چی جهان، اگر این 3 مورد اول درست انجام داد به چهارمی میرسه که همون به توسعه میرسه. ولی اگر این 3 مورد اول درست انجام نداد به توسعه نمیرسه. نظام سرمایه‌داری معتقد بر این است که برای حل این 4 مفهوم میگه فقط یک راهی وجود داره و آن این که هر شخص میگه در زمینه فعالیت‌های صنعتی و تجاری کاملا آزاد گذاشته شود تا هر شیوهی را که برای توسعه تجارت و پیشرفت آن مناسب می‌داند اختیار کند. ولی اگر آزاد بود باز خرابی ها رو به وجود میاره. یعنی اینا خب میگن که آنها عقیده دارن، طرفدارای نظام کپیتالیسم، آنها عقیده دارن که در واقع قوانین طبیعی بسیار در این جهان وجود دارد که همیشه نتایج مشابه را به بار می آورند و قانون عرضه یعنی سپلای و دیماند اند سپلای، قانون عرضه و تقاضا نیز یکی از این قوانین طبیعی است. بنابراین قانون طبیعی عرضه و تقاضا این است که هر چیزی که عرضه آن در بازار از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت آن کاهش می‌یابد و اگر تقاضای آن در بازار از عرضه آن بیشتر باشد قیمت آن افزایش می‌یابد. مثلا فصل تابستان از فروش یخ در اوج گرمی تقاضا به یخ بیشتر است نسبت به زمستان. law of demand and supply که انشالله باز عرضه و تقاضا را در درس بعدی انشالله تفصیلی میخوانیم. فلسفه نظام سرمایه‌داری میگوید که در واقع همین قانون طبیعی یعنی عرضه و تقاضا است که کشاورزان را بر این امر وامی دارد که ترجیح بده در زمینهای خود چه چیزی بکارند و صنعتگران و تجاران را وامی دارد که چی نوع کالایی را به چی مقدار به بازار بیاورند. یعنی گزینش برتر، هر فرد آزاد است میگه هر آن چیزی را که به منفعت بیشتر تولید میکند آن را اختیار کند و برای کسب منابع بیشتر با هم رقابت کند. میگه در اینجا افراد آزاد باشد، نباید دولت مداخله بکنه. در واقع این مورد هم وابسته به گزینش برتر است. زمانی که میگه یک شخص گزینه برتر را انتخاب میکند به همون نسبت میگه نیز امکانات و موجوده را به کارهای مختلف اختصاص میده. یعنی خلاصه ای که امو مفاهیم چارگانه یا مفاهیم اساسی در علم اقتصاد که است در نظام کپیتالیسم میگه همو خمشان امی است که مطابق عرضه و تقاضا این 4 چیز باید حل شود، برآورده شود. یعنی گزینش برتر میگه توسط افراد باشه، افراد آزاد باشه که چی کالا تولید میکنه و برای چی کسی تولید میکنه، چگونه تولید میکنه. تقسیم امکانات هم خود افراد انجام بده که از امکانات دست داشته خود چطور تخصیص میده، کدام کالا را تولید بیشتر بکنه، کدامش را کمتر بکنه مطابق عرضه و تقاضای بازار. یا اصطلاح تقسیم درآمد چی میگه؟ میگن در این مورد میگه تمام درآمد به دست آمده در میان عوامل تولید، میگه در تولید که سهم داشته باشد تقسیم باید شود. یعنی عوامل تولید عبارت در درس گذشته بر شما فرمودیم که زمین و نیروی کار و سرمایه و کارفرما یا تاجر اینا هستن. مثلا کرای زمین، مزد کارگران، سرمایه و سود آن و نفع کارفرما همه بر اساس قانون عرضه و تقاضا صورت میگیرد. یعنی همه از این 4 مفهوم را فقط یک راه حل پیشنهاد میکند که همانا عرضه و تقاضا است. مفهوم توسعه در نظام سرمایه‌داری میگه نیست طبق قانون عرضه و تقاضا صورت میگیرد، ولی در نظام سوشالیسم
توسعه بر اساس برنامه‌ریزی، بر اساس پلان مرکزی صورت میگیره. ولی در اینجا میگه نه، میگه افراد آزاد باشه. وقتی که گزینش برتر کرد، تقسیم امکانات کرد، تقسیم درآمدش کرد مطابق عرضه و تقاضا. توصیه هم میگه که نیز در نظام سرمایه‌داری نیز طبق قانون عرضه و تقاضا صورت بگیره و عرضه و تقاضا باعث می شود که تا هر فرد برای منافع بیشتر خود تولیدات تازه و انواع بهتری تولیدات را وارد بازار بکنه. خلاصه نظام کپیتالیسم، پیامدهایی که این نظام دارد: نگاهی ابزاری به انسان، یعنی انسان را به عنوان ماشین میپذیرد. داد و ستدهای کثیف، یعنی سودخوری، احتکار، انحصار، همه فعالیت های کثیف اقتصادی در این نظام وجود دارد. اختلاف طبقاتی، یعنی اختلاف طبقاتی به این معنا که در این نظام سرمایه‌دارترین میشه، غریبتر. یک مثالش براتون میتم. فرض کو که $1,00,000 یک فرد به فرد دومی میته که تو تجارت بکو و در اخیر سال بر ما $1,30,000 یعنی 30% سود برم بده. خدای نخواسته. چون در دین اسلام که الحمدلله ما مسلمان هستیم سود حرام است. نه؟ فرض که در این نظام هیچ مشکلی نداره. در این نظام کپیتالیسم، در این نظام چنین کاره که وقتی که شروع کرد یک نفر $1,00,000 فرد اولی را گرفت، کار کرد، زحمت کشید، 1 سال مکمل زحمت کشید، از $1,00,000 توانست که $1,20,000 بسازد. ولی فرد دوم مجبور است که به این در آخر سال $1,30,000 باید بپردازد که 30,000 سود بود، در حالی که بیچاره 1 سال کار کرده ولی تنها توانسته که $1,20,000 کمایی کنه. یعنی مجبور است که $1,20,000 هم باید فرد اول بده و 10,000 دیگری را هم باید زمین خود را، معاولی خود را، هر منابعی که داره باید به فروش برسان تا اینکه پول فرد اول را بده. در اینجا پس فرد اول مطمئن بود که پول ما خود گم نمیشه، سودخور نه، پول ما گم نمیشه، در پهلوی از اینکه گم نمیشه مشخصا فیصدی را تعیین میکنه که 30% ما فایده میگیریم، در حالی که در دین مبین اسلام حرام است. پس در اینجا کی نقص کرد؟ کی فایده کرد؟ پولدار. اما کسی که پول داشت، کسی که سرمایه دار بود، او سرمایه دار ترین میشه، غریبتر میشه. یک مثال شمی است. مثال های زیادی داره که انشالله در عرضه و تقاضا هم او را بیان میکنیم. یعنی معاشات کارمندان بر حسب عرضه و تقاضا صورت میگیره. یعنی اگر کارفرما یا سرمایه گذار وقتی که آزاد مطلق بود، دولت مداخله نکرد، باز به کارمندای خود معاشات کمی را تعیین میکنه، از ناخن اوگار کارمند استفاده میکنه. این میگه اختلاف طبقاتی. استعمار ملل دیگر وقتی که افراد آزاد بود به خاطر منفعت شخصی خود فعالیت‌های اقتصادی نامشروعی را انجام میده تا اینکه به خاطر منفعت شخصی خود آزاد است. نه؟ در اونجا فعالیت‌های اقتصادی که ضرورت لازمی و ضروریات اولیه جامعه است، در او بخش سرمایه گذاری صورت نمیگیره. پس در او کشور باز تولیدات چیزهایی که مهم از ضرور است تولیدات صورت نمیگیره و دیگر ممالک بسیار با آسانی میتونه که این کشور را استعمار بکنه، استثمار بکنه. البته فرض کنیم در افغانستان و جای از اینکه تولیدات زیاد صورت بگیره، در بخش تولیدی سرمایه گذاری های گزاف صورت بگیره، اینها در بخش بیلدینگ ها، در بخش هتل های مجلل سرمایه گذاری های گزافی را انجام میده به خاطر از اینکه پس دوباره فروخته بتونن. فرض کنید که یکی از شما اگر 200 جریب زمین داشته باشین، اگر این 200 جریب زمین را کوکنار بکارین، بعضی فابریکاهای تولید شراب جور کنین، خود تنها شما فایده کنین ولی به ضرر جامعه. یعنی جامعه هم حق داره که اون 200 جریب زمین باید زراعت شود، فابریکاهای تولیدی کالاهایی که ضرورت مردم است او مرفوع شود. اگر بالای زراعت فوکس شود، بالای کالاهای ضروری که او سرمایه گذاری یعنی فابریکاهای تولیدی وجود داشته باشه، مردم هم صاحب کار میشه،
تولیدات داخلی هم بالا میره، جی دی پی کشور، یعنی تولیدات ناخالص داخلی بالا رفته، باعث رشد اقتصادی صورت میگیره. یعنی ما میتونیم که اگر تولیدات داخلی کشور ما خوبتر شد، تولیدات صورت گرفت، با کیفیت تولید شد، ما میتونیم که صادر بکنیم. یعنی واردات بالانس، واردات صادرات، یعنی واردات صادرات صورت میگیره، واردات صادرات بالانسش برابر میباشه. در اون صورت باز ما میتونیم که از این کشور از کشوری مصرفی مطلق، از کشور وارداتی مطلق به طرف ترقی و پیشرفت ببریم که واردات و صادرات در یک کشور باید برابر باشه. نه اینکه صادرات ما 8% و 5% و واردات ما یعنی 90% بالاتر واردات داشته باشیم. پس تمام کالاهای خارجی رو ما استفاده میکنیم. قسمی که در درس گذشته ما براتون فرمودیم، در پوشاک ما، در خوراک ما چند فیصد تولیدات داخلی رو میبینیم. اگر شما صبحانه نان خورده باشین یا ظهرانه نان خورده باشین، دسترخوانی که آور کردین دسترخوان از چین، با مو ظروفی که نان آوردین یا غوریش یا قابش از پاکستان یا چینایی یا ترمزش ژاپنی، حتی چیزی را که نوش جان کردن از غذایی که پخته شده، روغنش از یک کشور، مصالحش از دیگر کشور، به می شکل انواع کشورهای مختلف را تنها در یک دسترخوان میبینیم. مشکل نیست که نبینیم، ولی حداقل چیزای داخلی یعنی تولیدات داخلی را هم مشاهده بکنیم، تولیدات داخلی ما هم صادر شود تا اینکه ما به طرف ترقی و پیشرفت و توسعه اقتصادی برسیم. خب دوستای عزیز، این بود نظام کپیتالیسم. نظام اشتراکی، نظام اقتصادی اشتراکی یا نظام سوسیالیسم یا نظام اقتصادی سوسیالیسم، این نظام بر رد ایده و نظریه نظام سرمایه‌داری به وجود آمد که منظور آن عمومی کردن مالکیت و قرار گرفتن آن در دست حکومت است که یک برنامه اقتصادی گسترده تنظیم و در صورت لزوم با توسل به زور آن را اجرا می‌کند. کارل مارکس مبنای فکری و اقتصادی نظام سوسیالیستی قرن 20 را تشکیل می‌دهد. به نظر اینها، به نظر کی؟ به نظر نظام اشتراکی، به نظر نظام اقتصادی سوسیالیسم، به نظر اینها نظام سرمایه‌داری غاصب حقوق نیروی کار می باشد و از این رو مبارزه با سرمایه‌داری را امر لازمی می داند. به نظر اینها انگیزه نفع شخصی عامل ویرانگر می باشد. به نظر اینها مالکیت خصوصی باید از بین برود. اینها معتقد بودند که باید مالکیت منابع به ویژه سرمایه که قسمی که قبلا تذکر دادم در بخش عمومی و دولت متمرکز شود، نه افراد را از آن خود بکنند. و همچنان این نظام هم از خود اصولی داره. 4 اصل اساسی در نظام اقتصادی سوسیالیسم یا اشتراکی یا سوسیالیستی. اول در اونجا چی بود؟ در برخلاف نظام کپیتالیسم اونجا مالکیت شخصی بود، اینجا چی است؟ مالکیت اجتماعی. یعنی هدف از بیان این اصل در نظام سوسیالیستی این است که عوامل تولید یعنی زمین‌ها، کارخانجات و غیره در مالکیت شخصی کسی نمی باشد، بلکه در مالکیت ملی بوده و زیر نظر دولت اداره می شوند. دومین اصل از اصول نظام اشتراکی یا سوسیالیستی برنامه‌ریزی است. دومین اصل اساسی نظام سوسیالیستی برنامه‌ریزی است. مفهوم آن این است که همه خط مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را دولت تحت برنامه انجام می‌دهد و در این برنامه تمام ضروریات اقتصادی و تعداد عوامل اقتصادی
گردآوری شده و تعیین می شود که چه میزان سرمایه و کار برای تولید چه کالا و خدمات اختصاص داده و به عنوان مثال از فلان کالا چقدر تولید شود و برای کارگران فلان بخش چقدر مزد در نظر گرفته شود. همه از اینها مربوط حکومت و دولت می باشد. سومین اصل از اصول نظام سوسیالیسم منافع اجتماعی است. در اونجا منافع شخصی بود. سومین اصل سوسیالیسم برتری منافع اجتماعی بر منافع شخصی است. یعنی سوسیالیسم مدعی است که در اقتصاد سرمایه‌داری تمام تلاش‌های اقتصادی تابع نفع شخصی افراد می باشد، اما در نظام سوسیالیستی رعایت منافع اجتماعی اساساً با برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. این تقسیم مساوی درآمد هدف از منافع اجتماعی یعنی تمام منفعتی که وقتی که چی افراد کار کنند چی دولت کار بکنه، تمام ثروت از آن دولت و دولت به خاطر منفعت اجتماعی میگه که من مدافع حقوق اجتماع هستم، ولی خودش هم ظلم میکرد. یعنی یک به حد یک شعار بود. مثال سادش اگر بگیم امو کمکایی که در قرنطین امو 3.5 کیلو گنده میره که توزیع کردن، مثال سادش است که وقتی که در دست حکومت بود چنین اونا هم به می شکل ظلم نمیکنن به خاطر منفعت شخصی خود و منفعت در حکومت هم چند نفری کار میکنن. اونا هم میتونن که یک سیاست نامتناسب اقتصادی را اتخاذ کنن که باعث تباهی بحران اقتصادی شود در جامعه. تقسیم مساوی درآمد چهارمین اصل از اصول نظام سوسیالیستی را تشکیل میده و او این است که چهارمین اصل نظام سوسیالیستی عبارت از این است که درآمدی که از راه تولید به دست می آید باید به طور مساوی در میان افراد تقسیم شود. نباید تفاوت زیادی بین ثروتمند و فقیر باشد و در تقسیم درآمدها باید تعادل برقرار شود. این چهارمین اصل از اصول نظام سوسیالیسم بود. همچنان مفاهیم چهارگانه در نظام اشتراکی خلاصه میکنیم. گزینش برتر وجود نداره. در نظام کپیتالیسم گزینش برتر توسط افراد انجام میداد. اینجا گزینش برتر وجود نداره بلکه بر اساس پلان گذاری به پیش میرود. تقسیم درآمد بر همگان تا جای یکسان است. اونجا بر اساس مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا تقسیم میشد. برای زمین جداگانه کرایش داده میشد، برای کارگران مزدش، برای سرمایه سودش، برای کارفرما و سرمایه گذار فایدهش اونجا تقسیم میشد درآمد. ولی درآمد در این نظام چی است؟ در این نظام همه درآمدها مربوط تمام ثروت از آن دولت میباشد، فقط برای کارگر یک مزد را تعیین میکنه و کارگر مانند برده‌وری کار میکنه. این نظام تخصیص امکانات از جانب دولت صورت میگیره، یعنی همه امور اقتصادی، همه سیاستگذاری‌های اقتصادی، همه خط مشی‌های اقتصادی از جانب دولت صورت میگیره. خلاصه توصیه بر اساس پیش‌بینی‌ها و پلان‌های کلی دولت صورت میگیره، یعنی افراد حق نداره که مشوره بده یا خودش فعالیت اقتصادی را انجام بده. ببینید دوستا، میخائیل گورباچوف آخرین زمامدار اتحاد جماهیر شوروی سابق هنگام فروپاشی شوروی اظهار داشت که هی کاش تجربه نظریه اتوپین یعنی سوسیالیسم به جای این که در کشور پهناور مانند روسیه صورت بگیرد در یکی از مستعمرات کوچک افریقا صورت میگرفت. تا پی بردن به تبهکارهای آن 74 سال طول نمیکشید و ماهیت واقعی نظام اقتصادی و اجتماعی سوسیالیسم را زودتر آشکار میشد. دوستا خلاصه ای که نظام اقتصادی سوسیالیسم که قدر خود را برجسته میدونه که ما مدافع حقوق اجتماع هستم، یعنی اصولی را که تدوین کرده بود کارل مارکس یا بنیانگذار این نظام کارل مارکس بود، اما طرفداری همین نظام خودشان اعتقاد داشتن، خودشان اعتراف کردن که ای کاش این نظام در یکی از کشورهای کوچک تطبیق میشد، ما از ناکاری های از این نظام مطلع می شدیم و هرگز اجازه نمیدادیم که در روسیه این نظام تطبیق میشد که ما را تباه کرد. 74 سال
این نظام طول کشید که ما را تباه کرد و پیشرفت نداشتیم. انشالله در درس بعدی نظام اقتصادی مختلط و نظام کپیتالیسم نظام اقتصادی اسلام میخوانیم و بعد از او باز انشالله عرضه و تقاضا و شکل سیاست های اقتصادی، پول و بانکداری انشالله که در هفته های بعدی خدمت شما قرار خواهم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله اگر سوالی داشته باشین شما می توانید از طریق سایت سلام، از طریق پروگرامی آپشن LMS، از طریق سیستم LMS می توانید که سوالاتتان را مطرح بسازین و همچنان گروپی را که مدیریت تدریسی پاهنزه مربوطه تان تهیه کرده و ساخته یا نماینده صنفتان ساخته، میتونید که از این طریق هم سوالایی داشته باشین راجع به درسی که خواندیم. ما عبدالرحیم غفاری خدمت شما قرار خواهم گرفت و هر نوع سوالی که راجع به درس های خوانده شده دارین انشاءالله ما در خدمت هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.